دری و جان و دل برابر خدا. متأولا میدونیم این کتابی ارزشمند بارها و بارها چاپ شده است. فرق این کتاب از دیگر کتاب‌های قبلی در آن است که نخست اینکه با دو خط است، با یک زبان اما با دو خط، با خط فارسی و خط سیریلیک که خواننده در یک وقت میتواند یک حکایه رو در همون یک صفحه با دو خط بخواند. این جهت امکان داد که نشر این کتاب در تمام گستره فارسی زبانان بسیار خوب استقبال شود. همه دوستان ما هم که از نشر این کتاب آگاه شدن، از چاپ این کتاب بسیار بخشندگی پذیرفتن و استقبال کردن. یعنی این معنی را دارد که این کتاب با جای 5-6 میلیون خواننده شاید بیش از 50-100 میلیون خواننده داشته باشد. همین کتابی که ما تهیه کردیم. دیگر اینکه چرا کتاب مصورسازی شد، یعنی نگارگری شد. نخست اینکه در مقدمه کتاب چونه که استاد نور محمد امیرشاهی ذکر کردن، اصلا برای نورسان پیش بینی شده است کتاب تا اینکه در مؤسسه های تعلیمی ما این کتاب در دسترس خوانندگان باشد، خوانندگان گلستان را بخوانند و زبان خود را بهتر کنند و با توجه به اودیتوریا کتاب، یعنی به خوانندگان کتاب که اصلا نورسان هستند، مصور بودن کتاب برای جذابیت کتاب می‌افزاید و کتاب را در یاد ماندنی میکند. این یک جهت. دیگر جهت این که حکایات سعدی واقعا جالب هستند. تا جای ما معلومات داریم بعضی از نسخه آن به شکل مینیاتور الکی مصورسازی شده بودند. بعضی از حکایات حسابی چند عدد از حکایات سعدی قبلا هم به شکل مینیاتور در آورده شده بودند و حتی بعضی حکایاتش را در شکل فیلم تصویری هم ساخته بودند در بعضی کشورهای هم زبان. یعنی حکایات سعدی اونقدر حکایات پند اخلاقی هستند که آنها را میشود نه فقط مصورسازی کرد بلکه به شکل فیلم تصویری در آورد و در اختیار بیننده و خواننده گذاشت. فکر میکنم که نگارگری چون یک اثر نه فقط آن را یک تزیین کتاب گفته می شود، بلکه کتاب را از هر جهت جذاب میکند و برای خواننده نورس آن را جالب و در یاد ماندنی می سازد. در ازبکستان همسایه چندین سال شد که گلستان سعدی ترجمه مصور زیبا با زبان ازبکی ترجمه شده است و تمام جامعه ازبکستان از او تعلیم میگیرد و اون زبان نجات دهنده ملت ما که جهان حسوس میخورد که حسد میبرد که از تمدن ملی و اونها چیزی در او کتاب باشد نیست و 600 سال هم که در خطای کتاب درسی بود. وقتی ما برای بچه ها در نظر داشتیم بعضا حکایاتی که موافق مقصد نیستند، مثلا در عشق جوانی اینها را با مشوره اونا را گرفتیم که اینقدر در روحی جوانو مالک اهمیت نیستند و دیگر جا تقریبا کامل است و استثناء یک چند حکایه، یک دو سه حکایه. باید قید کرد که چاپ منادی این کتاب به محاکمه دانشمندان، وارثان آثار و ناقلان اخبار این درگاه در اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان همچون کتاب تعلیمی پیشنهاد گردید و از جانب اعضای با نفوذ شورای مذکور با کمال اعتماد پذیرفته شد که مبارک باد این اقدام برای ما والدان و فرزندان، برای وارثان گلستان. اثر می توان گفت که یک اثری زمانوی است. به چی خاطر؟ به اون خاطر که امروز که مردم وابسته به مشکلات زیاد و وابسته به معلومات و اطلاعات و دیگرگونشوی با سرعت جهان فرصت خیلی کمی کتابخوانی دارند، این اثر هر یک حکایه را که شاید دیگرها در حجم 4-5 صفحه به خواننده پیشنهاد میکنه، در اینجا در حجم 2-4 یا که حجم زیاد در یک صفحه بیان کرده شده است. مثلا حکایه دارد در بابت آنکه هندوی خواست که نفت اندازی آموزد. همین یک جمله اولی همون حکایه با یک جمله شروع می شود که هندوی خواست که نفت اندازی آموزد و بزرگ این را دید و گفت تو را که خانه نه این است، یعنی خانه تو که از نه است، کار نه این است. وقتی که ما همین تو را که خانه نه این است، کار نه این است اگر بررسی کنیم، شرح دهیم، توصیف دهیم،
از داخل این معنی های خیلی زیاد را میبراریم و خلاصه همون سخن این است که هر کی باید از پای کار خود باشد و امروز که جامعه جهانی یک روند گلوبالی را پیش گرفته است یا که پس سر نموده ایستاده است، امروز هر نفر میخواهد که در یگان جاده مشغول کار باشد. او خواه در آن جاده به موفقیت میرسد یا خواه اون جاده برای او یگان نسبت ندارد، یگان ارتباط ندارد. بنابراین همین گونه حکایه ها، همین گونه پند و اندرس‌های سعدی میتوانند که مردم را از کارهای بیهوده یا کارهایی که برای آنها نیستند میتواند که آنها را از این کارها باز دارد. با چاپ این کتاب، با نشر این کتاب، کشور ما تاجیکستان بار دیگر نشان داد که از میراثبران همون فرهنگ و ادب بزرگی فارسی تاجیکی هست. مخصوصاً ایدئوهایی که بعضا در فضای مجازی به چشم میرسد که گویا در کشور ما در زمان شاه یک نوع سیاست فرهنگ زدایی بود و تاجیکان از گذشته خویش کنده شدند. اما نشر همین کتاب نشان داد که در زمان استقلال تاجیکستان بارها به جهان پیام داده است که همیشه پاسداری همان فرهنگ نیاکان خود هست. امروز از طرف انسیکلوپدیای ملی برای خواننده جوان تاجیک و عموما برای خواننده تاجیک یک اثر پیشنهاد شده است که میتواند که برای از بین بردن بحران معنوی معاصر، برای شناسان نمودن خواننده با ارزش‌های ملی و ارزش‌های گذشته فرهنگی ما میتواند که خدمتی شایسته کند. از جمله زبان گلستان امروز میتواند برای از بین بردن بعضی مشکلات و نافهمی هایی که در سمت زبان و زبان شناسی داریم خدمت کند. راستی بایستی که همگی سیر گلستان برایم، بایستی با گلستان بفخریم، با غرور گلستان خانه و گلستان دانی کلاه برداریم. اگر گلستان را میدونیم خود را میشناسیم، اگر گلستان را درک میکنیم خود را در میابیم. زیرا گلستان کتاب است که زبان و ادب والای ملی را تعلیم میدهد و میتواند ناجی همیشگی در ضبط معانی بلند ملی ما بوده باشد. اساساً باید گلستان با بوستان باشه و بوستان با گلستان باشه. باید گلستان هم در ردیف بوستان چاپ کنیم، اما هر دوش جایگاه خاصی خود داره. شما بینید یک سیاستمدار امریکایی هست، بنجامین فرانکل، فیزیکدان است. در توصیف بوستان میگوید که من با اطمینان کامل میگویم که بوستان این اوراق مفقود شده تورات است. ورقهایی که تورات گم شده بود صادق در بوستان، یعنی کتاب آسمانی است. حروفی که در بوستان اومده حروف آسمانی است. برای هم بوستان هم باید در ردیف گلستان دسترس باشد. اما با میگویم جایگاه گلستان جدا هست، بوستان جدا است. شما بینید وقتی که جنگ های صلیبی روشن شده بودند، دریای خون ریخته بود، عالم غرب توسط تبلیغ روحانیتی کلیسایی شرق بدوی میگفت، وحشی میگفت، گرگ و خونخوار میگفت. اما وقتی سال 1630 گلستان به فرانسوی چاپ شد، فرانسوی گفتن اوه انسان اینها بودن، انا تفکر انسانی، انا بشر دوستی، انا انسان پروری. یعنی ورود ادب فارسی به جهان غرب توسط گلستان بود. از این پیش سال 1610 در لهستان چاپ شده بود. محقق لهستانی میگوید که پارسی زیباترین زبان دنیا هست و نمونهش گلستان است. برای همین به نسلی که ورودی پارسی میشه، یعنی زبان مادری ما ورودی ما نحوی فارسی میشه، گرامت که خودمون میشیم، توصیه میشود که تاریخ بیهقی، گلستان سعدی، چهار درویش، هزار یک شب حتما فرا گیرن و به خصوص گلستان باید حفظ کرده شود از اول تا آخرش. از جا باید کنن اینه. برای همین
گلستانم در جایگاه خود، گلستانم در جایگاه خود. بار دیگر مبارک باد این همت بلند و این لطف، این مهربانی به دانشمندان ارجمند، به وارثان شیخ سعدی در حق فرزند ما. باشد که فرزند ما پیوسته سیر گلستان براید، کوشه کوشه سبزه و سیبرگه و ریحان و یاسمین گلستان را چیده و گلدسته خوش رنگ و بوی در بغل به استقبال فردا هوشمندانه دانسته گام بردارد.